خب یک برادر دیگر هم با نام صدای ملت یا برادر است یا خواهر است سوال داده است. تاکید کرده است که امیدوارم به سوال من با پرگی جواب گویند، زیرا جواب این سوال را ده ها هزار جوانان مبارز انتظارند. شاید 10,000 نباشد، شاید بیشتر هم باشد، صدها هزار باشد. به هر صورت برادر احساس کرده است که سوالش خیلی مهم است. به همه ما معلوم است که دموکراسی این قانونی ساخته بشر است و برای ما تاریخ گواهی می‌دهد که بشر با ساختن قانون با عقل ناقص خود موفق برای جاری کردن عدالت نشده است و نخواهد شد. یک مثال عادی، در دموکراسی همه وقت دعوای برابر حقوقی میکنند، در حالی که دروغگو با راستگو برابر بودن نمیتواند. اما قرآن میگوید شهادت دروغگو قبول کرده نمیشود. تنها الله است که از تمام ظرفیت‌های ما آگاهی دارد و می‌داند که چگونه قانون فرستد که تا روز قیامت جوابگو در بین جامعه باشد. این را بسیار خوب می‌دانید که دموکراسی کفر است. سوال: آیا شما بعد به قدرت آمدن سرقانون خود را قرآن اعلان می‌کنید یا دموکراسی؟ تا ما تصمیم خود را بگیریم که از حامی قرآن حمایت کنیم یا بیزاری از شخصیت‌های دموکرات خواه کنیم. با احترام، سوال از بچه‌های مهاجر. تشکر زیاد برادری عزیز صدای ملت. من به این سوال در چند جواب‌ها صحبت‌های دیگر به شکل‌های گوناگون جواب گفتم و بارها به این موضوع برگشتم، ولی احساس می‌کنم که این موضوع اسلام و دموکراسی، موضوع قرآن و دموکراسی، شریعت و قانون‌های بشری خیلی موضوع داغ هست. من این را درک میکنم چون در جهان اسلام بحث‌ها خیلی طولانی هستند، نگاه‌ها خیلی فرق میکنن، اختلاف نظرها خیلی زیاد است. من نمیخوام وارد یک بحث طولانی علمی شوم در این موضوع. بارها جواب گفتم، ولی اینجا کوشش میکنم خیلی کوتاه‌تر به سوال این برادر جواب بدم، چون تاکید کرده است که ده ها هزار مردم منتظر این جواب هستند و بعد از جواب من این برادر تصمیم میگیرد که با ما باشد یا ما را از ما بیزاری بجوید. خیلی خوب. البته من نمیخوام که یک نفر بخصوص با یک برادری همدل و همدین و همفکر از ما بیزاری اعلان کند، ولی اگر به این نتیجه رسید، به این خلاصه آمد که از ما بیزاری بجوید، دیگر این تصمیم شخصی خودش است. ما افسوس میخوریم و از خداوند دعا میکنیم که اگر ما غلط فکر میکنیم، غلط رفته ایستادیم، ما را هدایت کند، ما را اصلاح کند. اگر این برادران غلط فهمیدن، ما را غلط فهمیدن یا اصلا اسلام را غلط فهمیدن، خداوند اونا را هم هدایت کند. در عموم همه ما نیاز به هدایت پروردگار داریم و دعا میکنیم که هدایت بیابیم. اما ببینید دوستی عزیزم، اینجا گفتید که بسیار خوب میدانید که دموکراسی کفر است. نه، من نمیدانم که دموکراسی کفر است و چون این حسابم نمیکنم، چون دموکراسی دین نیست. دموکراسی نمیتواند به خودش کفر باشد. میتواند دموکراسی کفری باشد، میتواند دموکراسی اسلامی باشد. همچنان که اقتصاد نمیتواند خود به خود اقتصادی خودش کفر باشد. میتواند اقتصادی شریعتی باشد، تجارت شریعتی باشد و میتواند تجارت، اقتصادیات، مالیات و همه گونه پهلوهای زندگی دیگری ما شرعی باشد و غیر شرعی باشد، اسلامی باشد و کفری باشد. دموکراسی هم همین چنین است. دموکراسی یک وسیله دولتداری است. همچنین که تجارت، اقتصادیات وسیله معامله و زندگی ما هست، دموکراسی هم یکی از شکل‌های معامله سیاسی بین حاکمیت و بین مردم است. در جامعه هست. در یک جامعه میتواند دیکتاتور باشد، دموکراسی نباشد. دیکتاتور میتواند دیکتاتور کفری باشد، دیکتاتور اسلامی باشد. یک کس با نام اسلام بیاد دیکتاتور را عملی کند و یک کسی دیگر میتواند با نام مسیحیت دیکتاتور کند، با نام دموکرات یا دنیویت. امام علی رحمان دیکتاتور است، دیکتاتور دارد با نام دنیویت. آیا ما میتوانیم بگیم که این دیکتاتور یعنی کفر هست یا به اسلام ربط دارد یا ضد اسلامی است؟ نه، دیکتاتور این به یک نمود دولتداری است، همچون که دموکراسی است. اشتباه بزرگ ما، البته نه همه ما مسلمانان الحمدلله خدا را شکر، ولی بخش از مسلمان ها متاسفانه این است که دموکراسی را همچون دین یا جهان بینی قبول میکنن.
مثلا گویا که دموکراتیا مثل مسیحیت است، مثل اسلام است، مثل بودایی است، مثل حالا یهودیت است، مثل دین هندویی هست. یا حتی دموکراتیا را مثل یک جهانبینی مثل مارکسیسم یا کمونیسم قبول میکنن. نه، دموکراتیا اصلا با ایدئولوژی است، با عقیده انسان ربط نداره. دموکراتیا یک روش جامعه داری هست و اون دیگر به خود انسان ها ربط دارد. همونطوری که اقتصادیات میتواند یک انسان اقتصادیات اسلامی را پیش بگیرد یا تجارت اسلامی، یک نفر دیگر میگه نه، من از روی اقتصادیات یا قانونهای اقتصادی غیر اسلامی عمل میکنم. ولی خود اقتصادیات در اصلش، در فطرتش نه کفر است نه اسلامی هست. رفتار ما اون را کفری یا که شرک یا اینکه اسلامی میکنند. همچون دموکراتی اگر ما بیایم همچون حکومتداری ما، مردم سالاری ما، وقتی یک مسلمان میخواهد جامعه دموکراتی بسازد که در آن کفر نیست، در آن شرک نیست، ولی مردم آزادانه زندگی میکنن، مردم آزادانه فعالیت میکنن و نظام دولتداری نظام آزاد هست، عدالت جاری هست، کجای این کفر است؟ خب بگذار اگر شما با دموکراتی مشکلی دارید، همون نظام عادلانه را که میسازیم نظام دموکراتی نام نکنیم، نظام مردم سالار، نظام عدالت پرور. و در ادبیات خود مسلمانی ما جامعه مدینه فاضله هست. اصطلاح مدینه فاضله که نتیجه یا محصول تفکر اندیشمندان فیلسوفان اسلامی هست. خب ما نامش رو میگذاریم مدینه فاضله. خب ولی در اونجا مردم آزاد هستند، مردم بای هستند، خوشبخت هستند، صاحب حقوق هستند، صاحب کرامت هستند. خب اینجا ما در فهمیش دموکراتی ما و شما فرق داره متاسفانه. و نه تنها شما، من حتی بعضی علما را وقتی گوش میکنم، علما اسلامی ها که شریعت خوندن، خب بعضیش حتی فلسفه خوندن، اونا هم فکر میکنن که دموکراتی یک دین است و بعد میان میگن دموکراتی یک کفر است. هر کی دعوای دموکراتی میکند او کافر شده است، از دین خارج شده است. خب مثال آورده است که مثال برادر که در دموکراتی همه وقت دعوای برابر حقوقی میکنن، در حالی که دروغگو با راستگو برابر شده نمیتواند. اما قرآن میگه شهادت دروغگو قبول کرده نمیشود. در یگان نظام عادل دروغگو با راستگو برابر شده نمیتواند. وقتی که دموکراتی میگه که انسان ها برابر حقوقند، دقیقاً همین را قرآن میگوید. انسان ها در اصل همه برابر حقوقند، همه انسان ها. وقتی اثبات می شود که این دروغگو هست، نه تنها در اسلام شهادت او قبول نیست، در نزد قانونهای دموکراتی در یک جامعه عدالت محورم شهادت یک انسانی دروغگو قبول نیست. حتی در همین قانونهای دنیوی وقتی که یک کس شهادت میدهد در دادگاه، من چند وقت پیش در آلمان شاهدی دادم در پرونده یک برادر مهاجر که اعضای نهضت هم نیست ولی مهاجر است، جبر دیده است، مظلوم است و دادگاه مرا دعوت کرد چون این برادر در پروندهش نوشته است که محیدین کبیری مرا میشناسد که در داخل کشور مبارز بودم. مرا دعوت کردند، گفتند که شاهدی میتی؟ گفتم بله. از من پرسیدند که اگر دروغ میگویی، اگر اثبات شود که شاهدی دروغ داده ای، نه تنها شاهدیت قبول نیست در این دادگاه بلکه به جوابگری جنایتی هم کشیده میشه. اینا از روی قرآن حکم نمیکنن ولی از روی یک قانونی عدالت محور حکم میکنن. پس کی گفته است که در یک جامعه دموکراتی گپی دروغگو برابر گپی راست قول هست؟ قرآن هم همین رو میگه، دموکراتی هم همین رو میگه، یک قانونی یک جامعه عدالت محور هم همین رو میگه. یعنی برادری عزیز، من خیلی معذرت میخواهم ولی گاه مجبور میشد آدم که بعضی واقعیت ها رو بگید. من افسوس میخورم که برادران خوب و مخلصی ما وقتی که انگیزه دینی دارن، ننگ و ناموس دینی دارن، اسلام رو مثل همه مسلمان رو دوست میدارن، قرآن رو دوست میدارن، در بعضی از مفهوم ها، در بعضی حالت ها وقتی که مسئله رو تا به اصلش
سرفهم نمی روند، دانش وسیع جامعه شناسی، دینی، تاریخی، فلسفی و از همه مهمش شناخت واقعی از وضعیت امروزه را ندارند. اینها میآیند در مثلا مسائلی که از هم جدا هستند با هم آمیخته میکنند، یا مسائلی که با هم مخالفت ندارند در مقابل یکدیگر میگذارند. یکیش همین بحث دائمی همیشگی اسلام و دموکراسی است. شریعت و قانونهای وضعی یا قانونهای بشری هست. خب مثلا اینجا برادر میگوید که بشر با ساختن قانون با عقل ناقص خود موفق برای جاری کردن عدالت نشده است. اگر عقل انسان بشر ناقص باشد، موفق برای جاری کردن عدالت نشود، همون قانون الهی را چگونه تطبیق کرده میتواند؟ یعنی شما اگر به عقل انسان باور ندارید، به قدرت انسان باور ندارید که عدالت میتواند تطبیق کند، خب قانون الهی را، شریعت را کی باید تطبیق کند؟ یعنی انسان ناقص، انسانی که عدالت را سرفهم نمیره و تطبیق کرده نمیتواند. یعنی وقتی که ما ببینید ما یک جهانبینی را در ذهن مردم یعنی میخواهیم جا کنیم که اصلا انسان اعتماد به نفسش را از دست میدهد و دقیقاً دشمنان و رقیبان اسلام این دیکتاتورهای ما همین را منتظرند، همین را میخواهند که یک انسان ضعیف، یک انسانی که به عقل و توانمندی خود باور ندارد، همین گونه انسان ها برای اینا لازم است که اینا بگن که به من باور کن، یعنی من هر چیزی گفتم همون رو انجام ده، برای که عقل تو نمیرسد، تو عدالت رو نمیفهمی. و دیکتاتورها هم همین رو میخوان. به جای آن ما بگیم که پروردگار خداوند انسان را کامل ساخته است، که در آیه کریمه میگه که من انسان را در بهترین خلق آفریدم. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آیه کریمه اگر متن آیات درست تلفظ کرده باشم، حرفی نافتاده باشد، یعنی در بهترین تقویم، هم از لحاظ شکل هم فهمیش، از بین همه مخلوقات و موجودات انسان را آفرید، انسان را صاحب کرامت کرد. ولقد کرمنا بنی آدم. بعد یک برادر مسلمان میگه که انسان عقل ناقص دارد، عدالت را نمیفهمد. دقیقاً همون چیزی که دیکتاتورها میگن، برای ما تلقین کردن میخواهند که عقل شما ملت‌ها ناقص است، بالای سر شما حتما باید یک دیکتاتور باشد، یا دیکتاتور دنیوی یا دیکتاتور دینی. دیکتاتور دینی میاد از نام خدا مردم را هر چیزی که بخواهد مجبور میکند، همون طوری که طول عصرها در بین امت اسلامی این جاری بود، از یک دیکتاتور دیگر، از یک سلطان به سلطان دیگر، از یک امیر به امیر دیگر، به نام دین جبر و ظلم. همون طور یک گروه دیگر باز با نام دنیویت، با نام دموکراسی میاد مردم رو میگن شما نمیفهمید، من باید زندگی شما رو تنظیم کنم، قانونی تنظیم قبول کنم، چقدر ریش مانی، چقدر لباس پوشی، کارتوشکا و پیاز چقدر باشد. برای چی؟ برای میگه عقل شما ناقص است، شما نمیفهمید. خب وقتی اون نرسید است برادر عزیز که ما انسان را همون طوری که پروردگار آزاد با عقل با هوش آفریده است همون طور اعتراف کنیم. اگر انسان ناقص العقل می بود نمیفهمید، پروردگار در آیات‌های زیاد مکرر نمی گفت که لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون، لعلکم تفهمون، لعلکم تشعرون. اینا را پروردگار به یک انسان عاقل و دارای فهم و عقل و منطق و با شعور میگوید. لعلکم تشعرون به یک آدمی با شعور گفته میشد، به یک مخلوق با شعور. لعلکم تفهمون هم همون، لعلکم تعدلون هم همون. یعنی ما وقتی بگیم انسان عدالت کردن نمیتواند، حالا شما در اینجا گفتید خداوند میگه که عدالت کنید، یعنی شما میتوانید، باید بکنید. اگر که نمیتوانید پروردگار نمیگه که عدالت کن، برای او از ازل میدونید که انسان نمیتواند عدالت کرده، اما وقتی میگه که عدالت کن، پس پروردگار میداند که انسان عدالت کرده میتواند، این قدرت را دارد اگر بخواهد. اما اگر که نخواهد میگه که نه، ما در دنیا عدالت وجود ندارد، تنها باید که یک معیارهای بیرون از عقل بشری باشد. بعد یک نفر میاد از نام دین، یک نفر از نام دنیویت، یک نفر از نام حالا هر کنستیتوسیا
بالای مردم هر چیزی که بخواهد تحمیل میکند. بنابراین برادر عزیز، من در این مسئله با کمال معذرت با شما موافق نیستم و حالا صحبت در این موضوع خیلی طولانی است. البته من میدونم که با این صحبت های من خیلی ها را ناراحت میکند، خیلی ها ناامید میشوند، دل سرد میشوند، خیلی ها حتی به خلاصه بیان که دیگر کبیری حرفای میگوید که از اسلام دور است، از بر خلاف مثلا طرفدار دموکراسی شده است و ضد قرآن گپ میزند. من این رو میفهمم، درک میکنم، ولی بالاخره باید یک کسی این حرفا را بگوید. بسیاری از علما نه اینکه مثل من فکر میکنن، از من اون طرفتر فکر میکنن. حالا من شاگردانه صحبت کرده ایستادم، اما از چی میترسن؟ از همون که یک برادری نه اونقدر خوانده ولی با احساسات، با خیلی انگیزه قوی او را متهم به حالا زندیقی و رافضی و به معتزله و به حتی مرتد و مشرک و کافر میکند و این در تاریخ اسلام خیلی زیاد شده است و هنوز هم شده ایستاده است. کافی است یک نفر یک حرف جدید بگوید، یک حرف نو بگوید در چارچوب عقیده اسلامی، در چارچوب عقیده اهل سنت و جماعت، با استناد از متن‌های سرچشمه‌های اسلامی از تاریخ پیامبر، ولی این کافی نیست. بلافاصله متهم به این برچسب‌ها و لقب‌ها میشد. همین است که علما دیگر میترسن، علما حرف جدید گفتن نمیتوانند، علما یک ایده نو آوردن نمیتوانند که سازگار جامعه امروز باشد و همین است که ما عقب مانده ایم. همین است که از پس دیگران میرویم در سیاست، در اقتصاد، در ارمیه، در ارتش، در معارف، در تکنولوژی، در اینترنت، در همه چی. و همه این عقل بشریت رو، دستاوردهای بشریت رو مال غربی ها میگیم و مال دموکراتیا و یعنی یک انسان مسلمان متدین و ملتزم باید در مقابل دموکراتیا و پیشرفت، در مقابل عقل سالم قرار بگیرد. خیلی افسوس میخورم. حالا دیگر بعضا انسان مجبور میشود که اگرچه میداند که علیهش خیلی صحبت میکنن، خیلی بر ضدش حرفا میگن، حتی تهدید به کشتن و به قتل میکنن، وقتی یک نفر رو مرتد اعلام کردی و کافر و مشرک، خونش برای خیلی حلال میشود دیگر. و من تهدیدهای ویدیویی درباره اون که کشته میشم خیلی زیاد رسیده بود و هنوز هم میرسد. مرا حتی از ترکیه، حکومت ترکیه محترمانه ولی مجبور کرد که از ترکیه هجرت کنم به اروپا. گفت که دیگر ما دلیل داریم که شما را خود مسلمان های متعصب جایت را شاید بدانند و به قتل برسونند. یعنی خیلی جدی میگفتن به من و بعد اون نوارهایی که در شبکه نشر شد از طرف پیروان داعش و حتی بعض کسانی که داعش نیستن ولی در همون منطقه در افغانستان بودن نوار نشر کردن، حالا آگاهانه یا که در نتیجه احساسات، ولی این واقعیت هست. اما باید گفت این حرفا رو. اگر همه بترسد، همه فکر خودش رو کند که حرفی بگویم که مرا هیچ کس متهم نکند، تنقید نکند، ما مسلمانان در همین حالت ضعف و پراکندگی و در همین حالت رقابت و ضدیت اندیشه دموکراسی با اسلام، آزادی ها با ضد شریعت، اینا باقی میمونیم. خب دیگر برادر عزیز، اگر از ما ناامید شده باشید و بیزار شده باشید و دلسر شده باشید، دیگر از دست من چیزی نمیاد. اما امیدوارم، دعا میکنم که بازم مطالعه کنید، با هم بحث کنیم، بشینیم و انشاءالله یک روز به این نتیجه خواهیم رسید که ما از یکدیگر فرق زیاد نداریم. هممون اسلام را دوست می‌داریم، قرآن را دوست می‌داریم، می‌خواهیم مسلمان ها سربلند باشند، اما کمی دیدگاه ما زاویه دارد که از هم فرق می‌کند و این اختلاف نظر در چارچوب عقیده اسلامی هم جایز است. خداوند نگهبانتون باشد برادر.